بیشک این قرآن از جانب کسی که زمین و آسمانهای بلند را آفریده نازل شده است. خدای رحمان بر تخت فرمانروایی جهان مستقر شده و مشغول حکمرانی است. آنچه در آسمانها و آنچه در زمین و آنچه بین آن دو و نیز آنچه زیر خاک است فقط برای اوست. اگر بلند صحبت کنی یا آرام تفاوتی ندارد، زیرا او از سخنانی که در دل پنهان می شود و حتی از بسیار پنهانتر از آن نیز آگاه است. الله است که جز او معبودی نیست. بهترین نامها فقط از آن اوست.